من فکر میکنم که برای داشتن اندیشه های جالب شرط نیست که شما معلومات عالی داشته باشید. من هزار معلومات عالی دار و دیپلم دارم میدونم که اونا یک اندیشه خوب پیشنهاد کردن نمیتونن. من هزار معلومات عالی دارم میدونم که در یافتن راه حل زندگیش بیچاره سرگم زده است، رهگم زده است، نمیدونن چیکار کنن. هزار دیپلم دارم میدونم که اصلا دیپلم و دیپلم دانشگاهی از روی اختصاص هیچی برایش نداده است. یعنی دیپلم کاملا چیز دیگر است، دانش کاملا چیز دیگر است، عقل تماما چیز دیگر است که فکر میکنم هر کدامیان کم کم بودن هر کدامیان در زندگی میتواند که تقدیر ساز باشد. خودی پیدا شدن شبکه‌های اجتماعی اگر از یک سو یک میدانی رو برای گفتن نظرهام بود، یک میدانچه رو برای مردم بیکار فراهم آورد و اصلا بعضی گروه‌های هستند که بعضی نفرای هستند که نوبسته از اینکه مثلا اما حرفشون هیچ سازنده نیست، هیچ شوق‌آور نیست، اساس علمی ندارد، ولی چون این میدان که بسیار فراخ است، اینترنت که دارن، میگن هر چی رو می‌نویسن و بعضی‌ها فکر میکنن که یعنی همه رو باید مثل خودشون کنن. همین چیزی بسیار عادی و ساده را نمیفهمند که شما همه رو مثل خودتون کردن نمیتوانید. واقعا هم اون چیزی که مردم میسازد، اون چیزی که مردم تحریک میدهد، این اولتر از همه مشکلی ها است که شما را مجبور میکند که مثلا راههای دیگری پولیابی را یاد بگیرید، یا شما را مجبور میکند که مثلا در شرایطی سخت‌تر زیستن یاد بگیرید، یا مثلا مثل زمان دانشجویی و اجاره‌نشینی های ما شما را مجبور میکند که در یک روز 4 بار نه، در یک روز 1 بار غذا بخورید مثلا. یعنی خودی مشکلات زندگی استاد بسیار بزرگ هم هست. من فکر میکنم که دلخواه ایجادکاری که مثلا می نویسد و قلم دارد، وقتی که به وظیفه راهبری میگذارد مسئولیت کارش کم میشود و این بارها تجربه نشان داده است که مردم ایجادکار باید که ایجادکاری کنند. اگر راهبرا بسیار میخواهند که مثلا ما را خرسند کنند، باید معاشمون زیادتر کنند، یعنی وظیفه بلندتر ندهند، معاشمون زیاد کنند، توفه بدهند، مکافات پولی بدهند، ما از این بیشتر خرسند میشیم. و با وظیفه مثلا دیرکتوری برنامه گذاشتن همین گونه بعضی محدودیت ها را برای کار ایجادی میارد. شما مثلا اگر در یک روز 20 صفحه می نوشته، حالا دیگه 5 صفحه میتونید بنویسید. در موضوع عنوان ها خب تخمین میکنم که عنوان ها را برای نفرها که ارزنده هستند باید همین گونه بدهند، باید انتظار نشوند که اون نفر یک دنیا حجت جمع کند و بعد عنوان بگیرد. باید عنوان برایش بدهند، بیایند و بدهند عنوان برایش و بگویند که برادر تو ارزنده هستی، این عنوان برای تو. من جانبدار اصلا همین گونه یعنی گرفتن عنوان هستم. برای مثال من یگان مثلا اکتور ندیدم که اکتور دیگر را در تئاتر خودش سیاه کند یا تنقید کند، ولی من بسیار ژورنالیست را دیدم که در روزنامه که کار میکند میتواند که مثلا یک روزنامه‌نگار دیگری رادیو و تلویزیون تنقید کند مثلا. یعنی من از نماینده‌های دیگر کسب این چیزا را هیچ وقت ندیدم. مثلا نماینده‌های دیگر کسب هم دیگرشون به این حدی که مثلا ما ژورنالیست‌ها اگر ما تنقید میکنیم تنقید نمیکنن. تخمین میکنم که در گفتن اندیشه شاید اونا آزاد هستند، شاید اونا حقوق دارن که نظرشون نگوین، شاید اونا کسبشون هم این گونه است که مثلا کمبودی را آشکار کنن، ولی به هر صورت فکر میکنم که ما نه فقط در موضوعی که شما بالاتر گفتین، بلکه در دیگر موضوعها هم یک کم از نماینده های کسب و کارهای دیگر فرق داریم. خیلی مغرور هستند و اونا همیشه شهرت و زیبایی را در لباس و در ماشینی قیمت و در داشتن دوستانی نمیدونم از حساب پسری کدام منصبدار میبینند. این یک خطای دوم این است که آنها نسبت خودشان خیلی سرطلب نیستند، یعنی کم توجه میکنند، کوشش نمیکنند که ادبیات بیشتری بخوانند، کوشش نمیکنند که مثلا کسب و کار دیگر را یاد بگیرند. و دوم این که مثلا اونها در همان یک نقشه و نیت‌هایی که انجام میدهند یا طرح‌هایی که انجام میدهند، یعنی اون طرح‌ها دوامدار نیستند. مثلا من بسیار میخوام باید بیارم یگان برنامه رادیویی را که
50 سال از پیش میاد میشه. در حال مثلا 90 ساله بودن رادیو هم مال برنامه رادیویی نمیابیم که مثلا 30 سال باشد که پیشنهاد شود، یا برنامه تلویزیونی که 50 سال باشد پیشنهاد شود، یا 20 سال. ما بسیار میخوایم که همین لایحه ها، طرح‌ها در حال عوض شدن راهبران و عوض شدن محرران هم همین طرح‌ها دوامدار باشند. کارخانه ایجادی از مثلا یک قسم نظامی باید فرق داشته باشد. کارخانه ایجادی است. من همچنین ایجادکار میگم که اگر راهبریت کلی رادیو مثلا همون لحظه همون صبح مرا دعوت کنند و جنگ و جنجال سر کنند، من بعد نیم ساعت افیر برآمده نمیتونم، به خاطر اینکه دیگر روحیه افیر و مثلا صحبت کردن و شوخی کردن با مردم نیست. یک کارخانه ایجادی است. مشکلات با دیگر راه‌ها باید حل شوند. یعنی اینجا شما نمیتونید دو قپو پیسه کنید، اینجا نمیتونید شما کارمند بزنید، نمیتونید کارمند تحقیر کنید، دشنام بدید، به خاطر اینکه اینجا کارخانه ایجادی است. شما بهتر است که کارمند از کار جواب بده، نفری رو بگیرید که او به تحقیر و دشنام و به زدن و به نمیدونم مجلس بازی ها خودش کارش اجرا میکنه. یک راوی نمیتوند که کاملا برای همه مقبول باشد. 5 کس شما را گوش میکنن، دوست میدارن، 10 نفر دیگر شما را بد میبینن، خیلی بد میبینن. مثلا که یک وقت یک راننده تاکسی یک چند روز پیشتر گفت که یک زن در ماشین من نشست و گفت که آوازی سبحان است و گفت که ای بکشش خدا بگیره آوازی خنک شد. بعد در این حالت ما باید چی میگفتم؟ در این حالت من شوخی کردم، گفتم که کلان در افیر مستقیم بود. بله من گفتم که اون زنی کلان سال بود. گفت که بله. گفتم این خوشنامه من هستم و کمپیر مرا هیچی ناز ندید. خلاصه از این حالت باید بیرون میشدیم و من از این حالت بیرون شدم. ولی یک وقت شوخی گفتم که شما باید وقتی که من نباشم و گذاشتم، شما باید یک جایزه باید تأسیس بتین فقط برای کارمندان ساحه رادیو تقدیم کنین. پول جایزه را باید شما هر دو بیابین، فرق نداره از کدام حساب میابین. هر سال همون جایزه را باید تقدیم کنید به کارمندان رادیو، اولتر اصلا به کارمندان برنامه‌های سحری و بعد به کارمندان رادیو. این جایزه باید پول کلان داشته باشه، پولش شما میابین. یعنی شوخی گفتم ولی در دلم همین چی پیدا شد که شوخی پیدا شد همین نقشه، ولی که بد نبود به فکرم. پندت چو قلم به گوش جان ماند چه، رخساره گرمی تو بنان ماند چه، در بخک رخت خواب تو آبک دم، در کاسه نکرده نوش جان ماند چه. راز علمم به پیشک خاله کنم، آچه بگم و اشک ورا جاله کنم. این سمکه بار زندگی بر سر کتف، من هر سحری چو صنف یک ناله کنم. خیالت را به دو عالم نمیتون، دو چشمت را به دستی نم نمیتون. چو دور کودکی بگرفته دستم، مرا برا چه پیشت غم نمیتون.